سلام همه مایکرافتی که مایکرافت بازی میکنن. خب الان میخوام یه چیز خیلی عجیب بهتون نشون بدم. پلی رو میزنیم توی قسمت مایکرافت. حالا من یه ورد درست کنم. خب الان یکم طول میکشه ولی میخوام یه کاری کنم که همه اونایی که نگاه بکنین حیرت زده بشین. حالا تیوی بزنید، حتما چیتشو روشن کنید، زمینش هم هرچی خواستید بذارید و بریم واسه بازی. خب حالا شروع میکنیم. اول این قسمت رو میزنیم و یه لحظه میزنیم slash give @p command block خب ببخشید چند لحظه درست شد. حالا به یه چیزی که امکان داره که فعال کنه نیاز داریم. تون باید این کارو بکنه. خب اینجا حالا حالا اینو بزنیم. اینو اگه تونستی جای یادداشت کنی. @p خب بعد میزنید set block. اینو بهتون بگم اگه مثلا خواستید ست بلاک باشه، یه بلوک باشه، این تو این دومیه که می نویسید قبلش اول بعدش نویسید -1. آره -1. اگه بلوکه به اینو میزنید، آخری که میزنید اسم بلوکتون رو مینویسید. مثلا من دوست دارم بنویسم من اصلا این دوست دارم بنویسم. خب این که تنظیمات کامنت بلاک و همین. حالا ما اینجا یه لحظه آره این وقتی بخواد تون کار بکنه اینو شکلی مستقیم نباید بهش برسه. اینجا بذارید ببخشید اینه اشتباه گذاشتم. خب حالا شما وقتی از اینجا میذارید اگه این اولیه باشه فقط یه دونه کار میکنه، دومیه باشه این اگه باشه سری کار میکنه. حالا اینم میذاریم که روشن شه، روشنش میکنیم. مثل اینکه اشتباه نوشتم. ارتومت چی نوشتم؟ آره من اشتباه نوشتم. درت خب حالا اینجا رو ببینید. خب حالا خاک این شکلی میاد. بعد مثلا
این -1 بود. -1 میاد زیرش. حالا مثلا من بلوکم رو تغییر بدم. من بلوکم مثلا میخوام بذارم بدراک. حالا اینجا رو ببینید. دیدید که ساخته شد. خب این بود. خداحافظ همگی.